باید واقعیت ها گفته بشه. فعلا امکاناتی که ما خواسته باشیم زراعت رو به اندازه پیمانه اصلی از او برسانیم، به جای اصلی تجهیزات عصری و تکنولوژی فعلی در زراعت استفاده بشه فعلا وجود نداره. چون که او امکانات خریداری باید اصلا وجود نداره. اما چیزی که سالها نشده او بوده که ما در این انستیتوت زراعت گفتم بهترین از یک محوطه بسیار کوچک خورد یک گلخانه خوب صحیح میتونه عاید یک خانواده میسر بشه. در اونجا ما در یک اینستامال هست اما نمایشگاه بوده اینا همه. یعنی اگر کسی شما بریم اونجا میبینید که بهترین جایه، اما در عمل چی سوال کردم نتیجه از این کجا؟ هیچ. همینجا داخل یک گلخانه است. یک نهال بانجون رومی در اونجا 3 متر ارتفاع قد میکنه، رشد داره، اما 17 کیلو بانجون رومی میکنه و در یک محوطه بسیار خرد 2000 نهال شده بود. ما حساب کنیم 17 تن 17000 کیلو بانجون رومی در یک محوطه خرد تقریبا 2 برابر همین استودیو شما همین اندازه و با یک تانکر بسیار خرد به شکل قطره‌ای آبیاری میشد. اما این که مثلا بیا سرمایه گذاری بشه، تاجر بیایر توصیه بده، زراعتکار ما بشه، از این اصلا خبر نداره. نه؟ و اینا مرکز آمده همون نشان داده و خلاص رفته که اداره بسیار اینستیتوت زراعت فعاله، اما این که در بازار کار و یا زراعتکار ما چیکار کرده؟ کار نتیجه داده. از نظر میوه درخت‌ها بسیار خرد مثلا چیکار کرده؟ تربیت کرده و رشد داده. بسیار خرد. 2 متر ارتفاع شاید نیم متر هم عرض بیشتر نداشته باشه. بسیار میوه داره. درست. اما این کجا؟ در هیچ باغ ما و شما این درخت فعلا وجود نداره. مواد سمی که ما میاریم از دنیا میاریم صادر میکنیم برای زدودن آفات نباتی نه؟ بله. داخل خود اینستیتوت ما فعلا میسازه. همین کابل هم هر جا شما میسازه بهترین موادی که مثلا نه به میوه ضرر میرسانه، نه به درخت ضرر میرسانه، نه به صحت انسان ضرر میرسانه. اما از کی آماده این رشد داخل بازار یک کارخانه ساخته بشه حداقل بیمون با بی نیاز باشیم از تولیدات از واردات هم نشده این کار. این یک نمونه هست. مثلا گفتم از سر از این زیاد گپا است. ان شاء الله ما امید به الله متعال داریم که با رشد اقتصادی ما شما افغانستان ما روی یک ما و شما ملت ما روی گنج هست، روی خزینه است که معادن ما و شما هست. با برداشت معادن ان شاء الله با روی کار با امنیت و اطمینان که الله متعال به ملت عزیز عنایت کنه ان شاء الله زراعت رشد میکنه. به خصوص اگر واقعا مسئولین با احساس و با چی باشه، با درد باشه. درست.